چجوری میشه خودمون رو از بدهی آزاد بکنیم؟ یکی از استراتژی‌هایی که برای این قضیه وجود داره این هستش که دت‌های کوچیکت رو اول تارگت بگیری. برای مثال اگر 6 تا دت داری، کوچیک‌ترینش اول تارگت بگیر، تمام فوکست رو بذار روی تمام ریسورسز اضافه‌ای که داری رو اختصاص بده به اون و اون بدهی کوچیک رو اول از همه نابود کن و بعد برو سراغ بعدی و بعد سراغ بعدی و بعد سراغ بعدی. اینجوری ظرف 18 تا 24 ماه میتونی دت فری باشی و دیگه بدهی برات نمونه. اما به نظر شخصی بنده اولین کاری که باید بکنید این هستش که بدهی رو تارگت بگیرید که بالاترین نرخ بهره رو داره و بیشتر از همه داره جیبتون رو اذیت میکنه. اگر تمام فوکس تو بذاری رو اونی که از همه بیشتر داره نرخ بهره بهش تعلق میگیره و اول از همه اونو از بین ببری، اون وقت بودجه بیشتری برات باز شده که بخوای دت بعدی رو هدف بگیری و اینجوری میتونی ظرف 18 ماه تا 24 ماه بستگی به مقدار درآمدی که داری و بستگی به مقدار بدهی که داری میتونی بدهی تو از بین ببری. این جدا از مورگج هستش. ما به مورگج و اون وام خونه خیلی کاری نداریم، ما بقیه بدهی رو داریم روش صحبت میکنیم و وام‌های متفرقه. اگر بیشتر میخوای راجع به تارگت کردن بدهیات بدونی و اینکه چجوری میتونی دت فری زندگی بکنی، حتما کلمه بدهی رو برای ما کامنت کن. ما بهتون ریچ اوت میکنیم، سوالاتون رو بر اساس نیازتون به طور دایرکت جواب خواهیم داد و به شما کمک خواهیم کرد.